شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان به حمله تروریستی به دیدبانگاه اشخابات در مرز با ازبکستان را پس از 19 روز حادثه در سامانه‌اش نشر کرد. در واکنش از پادمانده شورای علما، حمله به اشخابات نقشه دشمنان خارجی دولت تاجیکستان ارزیابی شده است که طریق گماشتگان پنهانی راه اندازی گردیده است. عبدالشکور تورایف، سرخطیب شهری استرافشان و مؤلف واکنش نوشته است: حمله که از جانب تروریستان در دیدبانگاه سرحدی اشخابات به وقوع آمد، اهل جامعه از جمله بنده را سخت متاثر و متاسف ساخت. تورایف افزوده است: معلوم است که همه این نقشه های دشمنان خارجی دولتی ماست که به واسطه گماشتگان پنهانی خود راه اندازی میکنند. نشر واکنش سرخطیب شهری استرافشان در حال است که بیشتری حملگران به دیدبانگاه اشخابات زاده شهری مذکور بودند. یادآور میشویم که مقامات مرزبانی تاجیکستان با نشر اطلاعیه رسمی خبر داده بودند که 6 نوامبر یک گروه 20 نفری نقابدار به دیدبانگاه در مرز با ازبکستان حمله کردند که به گفته مقامات 15 حملگر کشته شده، 5 نفرشان بازداشت گردیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که 4 نفر دستگیر شدند.